الهی سپاس گزارم. یا الهی قربانی و جانفشانی برادران من را قبول نما. خدایا ما را توفیق به عمل زشت مده. الهی سپاس گزارم که وجود سرد و خنک ما را با نور خورشید استقلال گرم نمودی. الهی سپاسمندم از آن زمانی که همگان به ما پشت کردند. تو بودی که ما را دست یاری دادی تا افغانستان خود را آزاد و پاک سازیم. الهی سپاسمندم. هموطنان عزیز، سالگرد شکست آمریکا و پیروزی مردان راستین افغان را برای تک تک شما مبارکباد میگویم.